خب سلام دوباره. خیلی‌ها بچه‌ها فکر میکنن ما وقتی در رابطه با تکنیک تستی توی زیست شناسی صحبت میکنیم یه چیزی مثل ریاضی، فیزیک، شیمیه، بیایم یه فرمولی بگیم دوتا عدد بذاری گزینت در بیاد. نه، همچین خبری نیست. زیست شناسی چون درس تعریفی، درس مفهومی و درس ترکیبیه، به هیچ وجه به این راحتی نمیشه ازش روش تستی در آورد. ولی من اینجام تا هر آن چیزی که نیاز داری رو برطرف کنم. ببین، یه سری چیزهایی که توی زیست شناسی خیلی مهمه که بلد باشیم، مباحثی هستش که با هم قاطی میشن و ممکنه فراموششون کنیم و یک سری رمزگذاری ها لازمه. من برات یه سری رو رمزگذاری کردم که یک تعدادی رو با هم میخونیم و انشالله بقیه‌اشو دیگه سر کلاسامون کامل و دقیق و تمام با هم میخونیم. یکی از این مبحث در واقع ساخته شدن پروتئین ها در فصل 2/12 که توی انتهای گفتار 2 داره درباره‌اش صحبت میکنه. میگه آقا یک سری پروتئین ها توسط رناتن‌های آزاد ساخته میشن، یه سری دیگه توسط رناتن‌های روی شبکه اندوپلاسمی زبر ساخته میشن. حالا باید بدونی چه پروتئین های روی شبکه ساخته میشن، چه پروتئین های آزاد میسازتشون. برای اینکه این رو بدونیم خب خیلی کتاب مثال میزنه. بعد میرم با کل کنکور، توی کنکور میرم با کل 10 و 11 ترکیبش میکنن، دانش آموز گیج میشه. اما من میخوام بهت بگم خیلی ساده است. من یک رمزی منحصرا برات در آوردم، یاد بگیری، زندگی میکنی، تمام میشه، میره پی کارش. میگی نه نگاه کن رمزم خیلی شیک و مجلسی در اومده. بلوغ شبکه. و بلوغ شبکه یعنی چی؟ یادت باشه، خوب گوش بده. پروتئین هایی که میخوان برن بیرون از چی؟ بیرون از سلول. لحظه بذار بد فرش کشیدم. پروتئین هایی که میخوان برن بیرون، پروتئین هایی که میخوان برن لیزوزوم، یادت باشه لیزوزیم، آنزیم، لیزوزوم اندامک. پروتئین هایی که میخوان برن واکول و پروتئین هایی که میخوان برن غشا توسط رناتن‌های روی شبکه ساخته میشه. هرچی جزء این 4 تا نبود آزاد ساختتش. آقا مثال میزنی؟ بله، انسولین الان میره بیرون، بله روی شبکه ساخته شده. گلوتن آره میره بیرون؟ نه. میره لیزوزوم؟ نه. میره واکول؟ بله روی شبکه ساخته شده. پمپ سدیم پتاسیم میره بیرون؟ نه. میره لیزوزوم؟ نه. میره واکول؟ نه. میره غشا؟ بله توسط رناتن روی شبکه ساخته شده. بهت میگن هیستون میره بیرون از سلول؟ نه. میره لیزوزوم؟ نه. میره واکول؟ نه. میره غشا؟ نه. پس رناتن آزاد ساخته چون میره توی هسته. پروتئین های گلیکولیز، آنزیم های گلیکولیز آیا میرن بیرون؟ نه. لیزوزوم؟ نه. واکول؟ نه. غشا؟ نه. پس درون سیتوپلاسم ساخته شدن، توسط رناتن های آزاد ساخته شدن. به همین راحتی میتونیم مبحث رو یاد بگیریم، مبحثی که خیلی باش درگیرن، خیلی خوب یادش نمیگیرن و خیلی جذاب و مهمه. الان تو خودت به من بگو اکتین و میوزین کجا ساخته میشن؟ آزاد یا روی شبکه؟ آفرین، آزاد میسازه چون نمیرن بیرون، نه لیزوزوم، نه واکول، نه غشا. تو به من بگو که میوگلوبین کجا ساخته میشه؟ آفرین، آزاد چون نمیره بیرون از سلول. همین، به همین سادگی هیستامین، هپارین اینا همه ترشح میشن. هر کی ترشح میشه میره بیرون هم روی شبکه ساخته میشه.